الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه شستم از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. در این حلقه نیز مسائل چند که تعلق به شرط پنجمین صحت لا اله الا الله که محبت است ذکر کرده می شود. در حلقه های گذشته در موضوع محبت صحبت نمودیم. معنای محبت در لغت و در اصطلاح دلیل ها را از قرآن آوردیم که در حقیقت محبت این شرط صحت لا اله الا الله است. دلیل ها را از سنت آوردیم و سخنهای علمای اهل سنت و الجماعت را در دو حلقه به شما ذکر نمودیم که همه می گویند که محبت لا اله الا الله، محبت اهل توحید، محبت دین، محبت شریعت، البته محبت الله و رسولش، این شرط صحیح و درست و سالم بودن لا اله الا الله است. وقتی که این محبت در انسان وجود ندارد، لا اله الا الله که انسان به زبانش میگد هیچ منفعت بر انسان نمی بخشد. پس در این حلقه علاقه محبت به باقی مانده از شرط ها ذکر میکنیم. چگونه که در حلقه های گذشته در شرح و توضیحات شرط های گذشته به مانند شرط اول علم، شرط دوم شرط صحت دوم لا اله الا الله یقین، شرط سوم صحت لا اله الا الله صدق، شرط چهارم صحت لا اله الا الله الاخلاص بیان نمودیم که هر یک این شرط ها به دیگر شرط ها علاقمندی شدید دارد و این شرط ها سبب پیدا شدن دیگر شرط ها می شود و شرط های دیگر سبب پیدا شدن این شرط ها شده است. بارک الله فیکم. این چونین محبت در حقیقت علاقه شدید به باقی مانده از شرط های صحت لا اله الا الله دارد. چگونه که علما میگویند محبت این به مانند دیگر از شرط های صحت لا اله الا الله که به شما پیش گذشت سبب پیدا شوی دیگر شرط ها می شود و این چنین دیگر شرط ها سبب حتما پیدا شوی محبت می شود. مثلا صدق، اخلاص، یقین، علم، قبول، انقیاد. اگر این همه شرط های صحت لا اله الا الله حقیقتا همه اش در اسلام در انسان به وجود آید، لازم می شمارد، یعنی حتما باید محبت به وجود آید. کسی که صادق است، کسی که مخلص است، کسی که موقن است، کسی که عالم است، کسی که قبول لا اله الا الله کرده است و فهمیده است و انقیاد کرده است، حقیقی اگر باشد حتما محبت هم پیدا می شود. پس این شرط ها یکی از سبب های حتما پیدا کننده محبت است و این چونین شرط صحت لا اله الا الله محبت نیست، سببی یا که شرط است که دیگر شرط ها را به وجود می آورد. محبت لازم می شمارد که دیگر شرط ها به وجود آید. پس صدق یعنی کسی که صادق است، موقن است، مخلص است در توحید، گفتیم حتما باید محبت هم داشته باشد، باید این کلمه رو دوست دارد. و کسی که
توحید را دوست دارد، توحید را حقیقتا دوست بدارد، کلمت التوحید را حقیقتا دوست بدارد، حتما باید صادق باشد، موقن باشد، مخلص باشد. و این چنین انقیاد، البته انقیاد بعد از یک شرط دیگر بعد از قبول می آید. انقیاد شرط هفتمی صحت لا اله الا الله، آخرین شرط. انقیاد حقیقی یعنی انقیاد عمل را انجام دادن، همیشه عمل را اطاعت الله را انجام دادن. انقیاد حقیقی شرعی لازم می شمارد که محبت به وجود بیاد، زیرا که محبت، همین محبت هم انقیاد است، یعنی عملی بجا آوردن عمل است، اما عملی درونی است. و این چنین محبت سبب پیدایش انقیاد می شود، زیرا کسی که محبت به الله سبحانه و تعالی و به رسولش و به دینش و به توحید و به کلمه لا اله الا الله دارد، از اون انسان عملهای موافق قرآن و سنت پیدا می شود، به وجود می آید. پس ما کسی را دیدیم که عملش موافق سنت است، عملش موافق قرآن است، عملش موافق عملی صحابگان رضی الله عنهم اجمعین است و کوشش در این عمل دارد، ما میگیم محبت هم دارد، چرا که سبب پیدایش این عمل محبت شده است. سبحان الله. پس محبت این از جانب دیگر شرط های صحت لا اله الا الله پیدا می شود و خودی محبت دیگر شرط ها را سبب پیدایشش می شود. یعنی دیگر شرط ها لازم می شمارد که محبت باشد و محبت لازم می شمارد که دیگر شرط ها باشد. پس از همین جهت می بینیم که از دو جهت، از جهت پیدا کردن و از جهت پیدا شدن، محبت علاقه شدید به دیگر شرط های صحت لا اله الا الله دارد. مسئله دیگر، مرتبه های محبت و قسم های آن. در حقیقت محبت مرتبه ها دارد، درجه ها دارد و این چنین محبت قسم دارد، قسم های خود را دارد. چگونه که ما در شرط های صحت لا اله الا الله که به شما توضیح و بیان و شرح دادیم در حلقه گذشته، از یقین و از صدق و از اخلاص، که بیان کردیم که همه این شرط های صحت لا اله الا الله اصل دارد و کمال دارد، این چنین محبت هم مثل همین یقین است و صدق است و اخلاص است، زیرا که محبت هم در مسئله قسمت به اصل و کمال تقسیم شد. یعنی محبت هم به مانند دیگر از عبادت ها و به مانند دیگر از شرط های لا اله الا الله زیاد می شود و کم می شود. محبت هم به مانند ایمان زیاد و کم می شود و مردم از همدیگر در مسئله محبت فرق می کنند. همه مردم یک نمود محبتشون در یک درجه نیست، بلکه بعضی از انسان ها محبتشون کامل است و خوب است و هم اصلی محبت دارند، هم کمال محبت، مستحبات محبت را دارند، درجه اشان به نهایت در نزد الله بلند است. و بعضی از مردم فقط اصلی محبت را دارند و بعضی از مردم اصلی محبت را هم ندارند و کافرند. سبحان الله. پس مردم در مسئله هم یقین، هم صدق و هم اخلاص و هم در مسئله محبت از همدیگر متفاوت هستند، گوناگون هستند، در این مسائل برابر و یک نمود و یک رنگ نیستند. چگونه که خوارج میگوید در مسئله ایمان همه مردم برابر هستند. ایمان یک چیز است و کفر یک چیز است، یا ایمان یا کفر. ایمان کم می شود زیاد می شود، یا که کفر کم است و زیاد می شود، میگن ما قبول نداریم. این عقیده خوارج است. برای همین در نزد خوارج یا انسان مؤمن است یا کافر است. و این چنین در نزد مرجئه ها ایمان این یک چیز است که در قلب است و کفر فقط کفر اعتقادی هست و ایمان زیاد و کم نمیشد و عمل از ایمان نیست. سبحان الله. یعنی
چگونه که ایمان را مذهب خوارج فهمیده باشند یا که چگونه که ایمان را مرجعه ها فهمیده باشند، همان گونه این فرقه باطل خوارج مرجعه محبت را هم، اخلاص، صدق و یقین را هم همان گونه میفهمند. اهل سنت و الجماعت میگن محبت اصل دارد و کمال دارد. خوارج میگن که محبت از اولش تا آخرش این اصل است. مرجع اصلا اصلی محبت رو قبول ندارد. الله المستعان. پس بارک الله فیکم، اصلی محبت این چیست؟ اصلی محبت محبت اهل توحید است. اصلی محبت محبت الله و رسولش، محبت دین، محبت شریعت، محبت آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله آوردن، محبت کلمه لا اله الا الله و محبت توحید و محبت اهل توحید. یعنی علما عادتا محبت اهل توحید را اصلی محبت ذکر نمودند. پس محبت اهل توحید وقتی که اصلی محبت شد، وجود داشتن همین محبت اهل توحید در قلب انسان شرط صحت توحید است. همان زمان توحید انسان صحیح است و درست است که انسان موحد اهل توحید را دوست دارد. یک نفر خود را موحد بگوید، لا اله الا الله بگوید، خود را مسلمان بگوید، اما اهل توحید را دوست ندارد، نسبت اهل توحید بدبینی و بغض و عداوت دارد، پس این انسان موحد نیست، توحیدش صحیح نیست و این انسان مسلمان نیست، کافر است. زیرا که شرط مسلمان بودن، مؤمن بودن این است که نسبت اهل توحید انسان محبت داشته باشد و همین محبت اصل است. پس وقتی که اصلی محبت رفت، یعنی اهل توحید را کسی وقتی که دوست نداشت، اصل رفت، انسان از اسلام می رود. چلی که علما میگن فاقده کافر خارج من الاسلام. فاقدش یعنی از دست دهنده محبت اهل توحید، کسی که اهل توحید را دوست ندارد، این انسان کافر است، خارج از ملت اسلام است. پس برادرم و خواهری موحدم، بارک الله فیکم، توحید همین است که موحد باشی، الله و رسول و دین و شریعت و قرآن و سنت و صحابه و اهل توحید را دوست بداری. کسی که اهل توحید را بد میبیند کافر است. از همین جهت است که امام مالک رحمه الله گفتند من ابغض الصحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم، من ابغض احد الصحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط کفر. هر کسی که یکی از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را بغض، یعنی بد ببیند، نسبتشان بغض و کینه و عداوت داشته باشد، به تحقیق کافر شده است، زیرا که اهل توحید را بد دیده است. این اصلی محبت است. اما کمال محبت این محبتی کامل و پره و تامه که مستلزم، یعنی لازم شمارنده به محبت کمال و رضا و یقین است. و اهل توحید در تحقیق کمال محبت از همدیگر متفاوت هستند، یعنی یک رنگ نیستند، متفاوت یعنی از همدیگر فرق میکنند. در اصل محبت همه اهل اسلام و اهل ایمان باید یک رنگ باشند. در اصل ایمان، در اصل محبت باید یک رنگ باشند. البته اصل ایمان، اصل محبت در بعض انسان ها ضعیف شدنش هم ممکن است، لیکن باید یک نمود باشد. اما در فرع، در کمال، در واجبات، البته مستحبات، مردم از همدیگر فرق میکنند. بارک الله فیکم. پس ما به شما بیان میکنیم، اولا کسی که واجبات را علما اصلا ببینید، علما به سه قسم این اهل محبت را تقسیم کردن. میگن من یأتی بالواجب والمستحب و یسابق بالخیر، یعنی از مسلمان ها کسانی هستند که اصلی محبت را هم به جا می آورند، چیزی که فرض عین است،
واجب است، اصل محبت رو به جا می آورند و مستحبات محبت رو هم به جا می آورند. یعنی دو نمودی قسم محبت، دو قسم محبت که اصل محبت و کمال محبت است، هر دوش رو هم به جا می آورند و اینها سابقون بالخیرات هستند. در این مسئله از همه پیشترین انسان ها هستند و در مسئله خیر سابقین هستند، پیش قدم ترین مؤمنین هستند. دومین نمود انسان کسانی هستند که فقط اصلی محبت را دارند. از دو قسمی محبت که اصل است و کمال است، فقط اصل را دارند، یعنی فقط مسلمانند، اما به نهایت محبتشان ضعیف است، ایمانشان ضعیف است، زیرا که اینها کمالی محبت مستحبات را به جا آوردند و اینها مسلمانند. سومین نمود انسان کسانی که به نفسهایشان ظلم کردند و علما میگن که کسانی که به نفسهایشان ظلم کرده اند اینها به دو حالت تقسیم میشن. حالت اول کسانی که به نفسهایشان ظلم کردند، یعنی محبت و واجبات محبت، یعنی مستحبات محبت رو به جا آوردند، یعنی از این دو قسم محبت که اصل است و کمال است، کمال محبت رو هیچ به جا آوردند، یگان نمودش رو، و در اصل هم به یک عذاب به جا آوردند، ضعیف هستند اما کفر نیستند. یعنی پست کننده های محبت رو، ضعیف کننده های محبت عمل ها رو به جا آوردند. و حالت دوم کسی که به نفسش ظلم کرده است، حالت دومش کسانی که شکننده های محبت را به جا آورده است، شکننده های اصل و کمال محبت را به جا آورده است. البته شکننده های محبت زیاد است که وقتی که انسان به این شکننده های محبت وارد می شود و شکننده های محبت را، اصل محبت را، شکننده های اصل محبت را به جا می آورد، از اسلام بیرون می شود، زیرا که اصل محبت وقتی که نابود شد انسان از اسلام خارج می شود. چه خیلی که بیان کردیم، اصل محبت این اصل ایمان است، اصل اسلام است. پس کسانی که به نفسشون ظلم کردند دو نمود هستند، یا که در اصل محبت به نوع ضعیف هستند و به یک عذاب در قطار مسلمان هستند، یا که شکننده های محبت را به جا آورده اند و محبت فرض عینی واجب را به جا آورده اند و از ملت اسلام بیرون شده اند و کافر شده اند. سبحان الله. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله که به شما اصل محبت، کمال محبت و قسمهای محبت رو ذکر میکند. و باذن الله مسئله دیگری را در این موضوع محبت ذکر میکنیم که قسمهای مردم در محبت توحید. موضوع همین است، اقسام مردم در محبت توحید. نسبت توحید مردم به چند قسم تقسیم می شوند. اولا قسم اول، من یحب التوحید و اهله، یعنی کسی که توحید را دوست می دارد و این چنین اهل توحید را دوست می دارد و بعد می بیند کفر را و اهل کفر را بعد می بیند و نسبتش عداوت و بغض دارد. پس اینها اهل توحید هستند و انا منها مؤمنان واقعی هستند. مؤمنان واقعی، اهل توحید، موحدین کی است؟ موحد همان کسی است که توحید را دوست دارد، اهل توحید را دوست دارد، کفر را بعد بیند، اهل کفر را بعد بیند. ما البته در حلقه های تکفیر، در حلقه مسئله کفر و در مسئله های مراتب الایمان این مسئله رو به شما بیان کردیم که ایمان 3 مرتبه دارد: اصل ایمان، واجبات ایمان و بعد از این مستحبات و کمال ایمان. اصل ایمان 6 چیز است، البته بعضی از علما 4 چیز گفتن، 6 چیز است. عموما یکمینش توحید و دومینش دوست داشتن توحید و اهل توحید.
اصلی ایمان است. یعنی کسی که توحید را دوست ندارد، اهل توحید را دوست ندارد، این کافر است و در این مسئله جهل عذر نیست. و دومین اصل ایمان این ترک کفر و بد دیدن کفر و اهل کفر. کسی که کفر را ترک نکند، اهل کفر را بد نبیند و کفر را بد نبیند، این هم مسلمان نیست. پس موحد کیست؟ موحد کسی است که توحید را دوست دارد، اهل توحید را دوست دارد، کفر را بد می‌بیند و اهل کفر را بد می‌بیند و بغض و عداوت دارد. و البته دوست داشتن قلبی نسبت توحید و اهل توحید این اصلی ایمان است و بد دیدن کافران و بد دیدن کفر با قلب این اصل ایمان است. اما ظاهر کردن این دوست داشتن و بدبینی ظاهرا البته واجبات ایمان است که البته در این مسئله ها ان شاء الله صحبت میکنیم. و دومین نمود یا قسم مردم در نسبت توحید، در محبت بر توحید، کسانی هستند که شرک را دوست می‌دارند و توحید را بد می‌بینند. اینها مشرکان هستند. یعنی دومین قسم مردم در محبت توحید، توحید را دوست ندارند بلکه ضد توحید که شرک است، شرک را دوست دارند. اینها مشرکین هستند. سومین قسم نسبت توحید، سومین قسم مردم نسبت توحید، کسانی که نه توحید را دوست می‌دارند و نه توحید را بد می‌بینند. یعنی توحید را دوست ندارند، نسبت توحید محبت عشق در قلب اونها وجود ندارد و این چنین توحید را بد هم نمی‌بینند، نه بد می‌بینند و نه دوست دارند. سبحان الله، امروز این چنین انسان‌ها بسیارند، نه توحید را آموخته اند، نه از توحید باخبرند، نه حرکت و کوشش برای آموزش توحید میکنند. توحید در نزد اونها هیچ قدر و قیمت ندارد. برای اونها دنیا پیش از توحید می ایستد، مال و ملک پیش از توحید می ایستد، مردکاری و استاگی و تکسیگی پیش از توحید می ایستد. یعنی اونها هیچ پروایی ندارند، توحید را دوست ندارند و اما توحید را بدون نمی بینند. یعنی وقتی که درباره توحید گپ می شود هیچ معلومات ندارند اما بعد هم نمی بینند. سبحان الله، اینها کی هستند؟ اینها کافران هستند. کسانی که خود را مسلمان بگویند و لا اله الا الله در این حالت باشند، اینها مرتدان هستند و سبب کفرشون مناط کفر و سبب کفرشون کفر اعراض است. کفر اعراض این است که اینها روی گرداندند، از توحید روی گرداندند، توحید را دوست نمی‌دارند و بعد هم نمی‌بینند. یعنی با آموختن توحید حرکت هم نمی‌کنند، نمی‌آموزند، پروای توحید ندارند. پس اینها کفر دارند، کافرانند و سبب کفرشان، مناط کفرشان این کفر اعراض است و این چنین کفر شک است. از سبب شک به همین بی‌اعتنایی و بی‌پروایی و دوست نداشتن توحید هستند و کفر تولی و امتناع است. و این کفر اعراض و کفر تولی و امتناع این دهمین شکننده اسلام است. یعنی یک کس خودش را مسلمان میگد اما کلمه توحید را نمیفهمد، توحید را نمیآموزد، وقت هم برای آموختن توحید جدا نمیکند، در نزد این انسان توحید هیچ قدر و قیمت ندارد. اعوذ بالله من ذلک. در حقیقت این بدبخترین انسان است که خود را فریب میدهد، خود را مسلمان میگد اما در حالتی که اسلام در این باقی نمانده است. الله ما را پناه بدهد و پناه به الله میبریم از این نمودی حالت. چهارمین قسم مردم در در محبت توحید کسانی هستند که توحید را دوست می‌دارند اما اهل توحید را بد می‌بینند. امروز چقدر انسان‌ها هستند که توحید را دوست می‌دارند، توحید را کوشش می‌کنند که بیاموزند، بفهمند، می‌خواند که موحد باشند، اما وقتی که نظر می‌کنید اهل توحید را، موحدین را، مجاهدین را، کسانی که با قانون قرآن و سنت زندگی کرده می‌خواند، اونها را، کسانی که منهجشان قرآن و سنت است و سلف امت است، اینها را، موحدین را بد می‌بینند. موحدین را نسبت موحدین بغض و عداوت و دشمنی دارند. اینها کی هستند؟ اینها مرتد شدگانند. اینها هم به سبب اینکه اهل توحید را بد دیدند از اسلام خارج شدند، مرتد شدند، کافر شدند و مسلمان نیستند. و این دعوایشان که ما توحید را دوست می‌داریم دعوای دروغین و کاذب است. چگونه که امروز دولت‌های عربی دعوا می‌کند که
توحید را دوست دارد، موحد است و اهل توحید را حمایت میکند، از جهت دیگر نگرید اهل توحید را به قتل میرساند. هم در درون دولت خودش موحدین را به حبس خانه ها میگیرد، در درون حبس خانه ها میکشد، اعدام میکند، سر میزند و هم در بیرون با همراهی کافر یک میشود، به کافر پول مبلغ میدهد و موحدین و مجاهدین را به قتل میرساند. اینها دروغگویانند و دعوای دوستداری توحیدشان دروغ است و اینها کذابانند و اینها مرتدانند. پس این یک قسم از مردم نسبت دوستداری توحید. و پنجمین قسم مردم نسبت محبت توحید کسانی هستند که شرک را بد میبینند. من یبغض الشرک، کسانی که شرک را بد میبینند اما اهل شرک را دوست میدارند. سبحان الله، شرک را بد میبینند. یگان شرک نیست مگر اینکه اینها بدشان میآید، میخواهند که هیچ کس شرک را انجام ندهد، اما مشرکانی که شرک را انجام میدهند به اونها دوستی میکنند، اهل شرک را بد نمیبینند، به اهل شرک محبت دارند. اینها هم مثل پیشتری که بیان کردیم، اینها هم به سبب اینکه اهل شرک را دوست داشتند کفر بر طاغوتشون صحیح نیست. چخیلی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در مسئله شروط کفر به طاغوت را ذکر میکنند، در اینجا کفر بر طاغوتش نیست. اهل شرک را که دوست داشته است به همین خاطر کافر است. دوست داشتن اهل کفر این کفر است. و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. پس این 5 قسم مردم بود که با همین قسم دو است و هیچ وقت یک انسانی مسلمان یافت نمی شود یا یک انسان یافت نمی شود که هم اهل توحید دوست دارد و هم اهل شرک دوست دارد، زیرا که این متناقضان میگه، یعنی دو چیزی که در یک جا جمع شدنش ناممکن است. چخیلی که شب و روز رو در یک جا جمع کردن ناممکن است، هم شب و هم روز بگید، این مسئله رو در یک جا جمع کردن ناممکن است. پس مختصرا به شما میگیم بارک الله فیکم، اقسام مردم، قسمهای مردم در محبت توحید، کسانی که توحید را دوست دارند، اهل توحید را دوست دارند و شرک و کفر را بد میبینند و اهل شرک و کفر را بد میبینند، اینها موحدینند و اینها اهل ایمانند. کسانی که نه توحید را دوست دارند و نه توحید را بد میبینند، اینها اینچنین کسانی که مرتد شده اند به سبب اینکه سبب کفرشان و سبب ارتدادشان این مناطش اعراض است، تولی هست، شک است و امتناع هست. و کسانی هست که توحید را بد میبیند، کسانی هست که توحید را بد میبیند. البته سومینش کسانی که شرک را دوست می‌دارد و اهل توحید را بد می‌بیند. البته اینها هم چخیلی که بیان کردیم مشرکین است. پس چهارمینش کسانی که اهل توحید را دوست می‌دارد، یعنی توحید را دوست می‌دارد، اهل توحید را بد می‌بیند. کسانی که شرک را بد می‌بیند اما اهل شرک را دوست می‌دارد. مختصرا بار دیگر میگیم، یعنی مؤمن کیست؟ موحد کیست؟ کسی که توحید را دوست دارد، اهل توحید را دوست دارد، کافر و مشرک را بد بیند و اهل کفر شرک را بد بیند. این مؤمن واقعی است. و کسی که مشرک شرک را دوست دارد و توحید را بد بیند این مرتد و کافر است. و کسی که نه توحید را دوست دارد و نه توحید را بد بیند این هم اعراض کرده است و سبب کفرش مناطش اعراض است و تولی است و شک است و امتناع است. و چهارم قسمش کسی که توحید را دوست دارد اما اهل توحید را بد بیند، این هم در اصل ایمان را ترک کرده است و کافر شده است. و پنجمینش کسی که شرک را بد بیند اما اهل شرک را دوست دارد، این هم البته مثل پیشتر که ذکر کردیم دوستداری اهل شرک کفر است. بارک الله فیکم. با همین حلقه را به پایان میرسانیم و البته این مسائل بنیاد مهم بود برای فهمیدن و برای آموختن و برای اصلاح کردن نفس. و باذن الله در حلقه های آینده به شما قسم های محبت را ذکر میکنیم که محبت چند قسم است، چگونه است، چند نمودها دارد و باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط پنجمین شرط صحت لا اله الا الله که محبت